حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني. سلام علیکم، بفرمایید. شاید علیکم السلام. با آقای انصاری کار داشتن. انصاری هستم. استاد کریم هستم از اهواز. آقا کریم از اهواز، بفرمایید. خوبی برادر، سلامتی؟ سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. آقای انصاری، من دعا میکنم که خداوند همیشه از عمرم روزای کوتاه کنه، به شما افزایش پیدا بکنه. میدونی چطور میگم؟ من آقا کریم دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی به شما طول عمر و سعادت دنیا و آخرت نصیب بکنه. بفرمایید. زنده باشی. من میخواستم از برنامه‌تون تشکر بکنم. سلامت باشید. بابت هدایتی که نصیب این مردم میکنید. خدا رو گواه میگیرم همیشه دعاتون میکنم. سلامت باشید آقا کریم. بعد یه دیگه اینا میخواستم به شما بشارت بدم. بفرمایید. امروز یکی از بچه‌ها رو دیدم که ما تقریبا تا 4-5 سال موحد شدیم. البته به لطف شبکه‌های شما، الحمدلله، خصوص برنامه‌های خوبتون. سلامت باشید. من برای این برنامه روی سکه حقیقتش لحظه شماری میکنم. الله متعال حفظتون. یعنی خیلی زود خودمو به خونه میرسونم که بتونم برنامه‌تون رو ببینم. سلامت باشید. بعد راجع به این برادران شیعه میخواستم بگم که خودم جزوشون بودم. بفرمایید. واقعا وقتی صحبت میکنیم اولین چیزی که میکنن گارد میگیرن، یه دفاع به خودشون میگیرن که کم نیارن. درست. بعد میخواستم بگم که واقعا خداوند به شما اجر بده. آمین. بابت صبری که دارید، تحملی که میکنید. خب ما هم از شما یاد میگیریم که در برخورد با اینا بتونید صبر و تحمل داشته باشین، البته به لطف خداوند. الحمدلله. 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 بعد میخواستم بگم که منم خانمم تقریبا 3 سالی که موحد شده. الحمدلله. بعد دنبالاتون رو پیگیری میکنیم. واقعا برنامه‌های جالبی. از خدا میخوام که همیشه تداوم داشته باشه. آمین. آمین. سلامت باشید برادر عزیز گرامی. آقای انصاری، من عربم هستم. ماشاءالله. ماشاءالله. آقا کریم عزیز، ما دوست داریم برای عزیزان اهوازیمون که خیلی بیننده داریم در اهواز پیام به زبان عربی هم لطف بکنید، با اون لهجه شیرین اهوازی. پیام ارجو من اخوة الاهوازيين فرد ساعة يسألون نفسهم، يعني حوالي أقول 5 دقائق يسألون نفسه كيف وشلون الأشياء اللي يعطونا يعني من طريق الملالي نفكر عليه، نسأل نفسنا هل صح الهن لو مو صح. درست. أنا شخص قال لي هاي أكو فرد قناة سمع وصار، ألا تحب الآخرة شوية اسمعها. هي الفرد يوم سمعتها من ذاك اليوم لهاليوم، بلطف الله وفضل الله أنا توحدت. من بعد 3 أشهر عيالي توحدت. نحمد الله والشكر. أرجو من عندهم فرد يوم يسألون نفسهم المن عايش بهالأكاذيب وهالخزعبلات وهالخرافات اللي ما لهم صحة. فرد يوم يقرأ القرآن يشوف القرآن شو يقول، يطابق النفس القرآن وكلام الجماعة وينتخب الصح. جزاك الله خير. جزاك الله خير أخي الكريم. خوشحال شدم آقای انصاری. بارک الله فیکم. منم خوشحال شدم. تشکر از شما. الله متعال حفظتون بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه آقا کریم. زنده باشید. آمین.
جزاكم الله خير، في امان الله. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت